ببینیم که این چشم دل چه هست. این چشم دل در اثر چه باز می شود و قادر به دیدن نادیدنی ها می شود. اون چه مسلم است در زمان ائمه اطهار علیهم السلام انسان کامل اونها بوده و اونها خواهند بود و هست، و با توسل و تمسک به دامان اونها و اطاعت از اوامر اونها و دستورات ظاهریه و باطنیه این چشم باز می شود و قادر به دیدن دوست می شود. بعضی از متصوفه متاسفانه قائل به این هستند که آدمی زمانی که به راه عرفان و معنویت کشیده شد نیاز به شریعت مقدس رو نداره، که این یک تصور قطعاً باطلی است و اگر شریعت وجود نداشته باشه طریقت به طریق اولا نخواهد توانست وجود داشته باشد. شریعت و طریقت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر کسی طالب دیدار دوست باشه در وهله اول دستورات شریعت خود رو بایستی تکمیل کنه و اجرا بکنه، همونطوری که در سلسله ما خوشبختانه امر به انجام واجبات و تأکید مؤکد بر انجام مستحبات هست. این دلیل واضحی است بر این که شریعت لازمه اینه که آدمی پای در طریقت بگذاره و چشم دل رو باز بکنه. و یا به عبارت دیگه ساده ترین مثال او مثال بادامی است که شریعت به منزله پوست این بادام و طریقت مغز این بادام هست. یعنی این دو هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به خاطر هم آفریده شدند و اگر یکی نباشه دیگری یا به وجود نمیاد یا پایده‌ای بر آن مترتب نیست. علی الظاهر پوست یک بادام قابل استفاده و خوراک نیست و تنها مغز بادام هست که قابل استفاده و تناوله، ولی اگر پوستی در کار نباشه این مغز قابل دوام، قابل رشد و قابل خوراک خواهد بود؟ هرگز. چگونه این مغز قابل رشد و دوام و خوراک خواهد شد؟ زمانی که این پوست حافظ اون باشه و هرگاه حفاظت خودش را از دست بده مغز هم دچار پوسیدگی می شود و از بین می رود. پس این دو لازم و ملزوم یکدیگر است. و تجلیات حق در دل عارف به گونه‌های مختلف تجلی می‌کنه، هرگاه به شکلی، کما اینکه باز در قرآن داریم که حضرت ابراهیم علیه السلام البته ظاهر داستان بر اینه که برای مشرکین میگفت، ولی عرفا تعبیر به این میکنند که نورانیت قلبیه برای حضرت پیدا شد زمانی که ستاره در آسمان مشاهده میفرماید، میگوید که تو خدای من هستی. ولی زمانی که ماه رو میبیند و مشاهده میکند که ماه نورانی تر از ستاره است و به ظاهر بزرگتر و شکیلتر و زیباتر، ماه رو مخاطب قرار داده و او رو خدای خودش قرار میده. ولی با افول ماه و طلوع خورشید و افزون شدن نورانیت خورشید نسبت به ماه، مجددا خورشید رو مخاطب قرار میده و میگه تو خدای من هستی. ولی زمانی که خورشید هم غروب میکنه، اونگاه میگوید که من دوست ندارم غروب کنندگان، من خدایی رو میخواهم
که همیشه در قلب من نورانیت او وجود داشته باشه و این نورانیت همونطور که تعبیر کردن در اثر توجه به ذکر و فکر و دوام اون و توجه خاصه به اونها که ذوالفقار رو هم همین تعبیر رو کردن که دو دم داشت، یکی ذکر بود و دیگری فکر. این نورانیت در اثر توجه به ذکر و فکر، توجه به آداب قالبیه شرع مطهر و آداب قلبیه در عارف و سالک و مؤمن به وجود خواهد آمد. و باز عرض می کنم که هر دوی اینها مکمل یکدیگر هستند و اگر آدمی عارف، سالک، مؤمن توجه به دستورات رو داشته باشد، به اونجا میرسد که به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، و هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تبینم. و هر چه که نگاه میکنه دوست رو میبینه. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم مخکوف و در و دشت، نشون از قامت رعنای تبینم. دل عاشق به پیغامی بساجه، خمار آلوده با جامی بساجه. هی مرا کیفیت چشم تو کافی است،